سلام دوستان عزیز، در این ویدیو میخواهم یاد بگیریم که گوگل درایو چیست و چطور میتوانیم از آن برای ذخیره سازی فایل ها، عکس ها، ویدیو ها و اسناد خود استفاده کنیم. اگر گوشی یا کامپیوتر شما خراب و یا هم گم می شود اما فایل هایتان در گوگل درایو باشد، هیچ چیزی از بین نمی رود. پس تا آخر ویدیو با من باشید. چرا گوگل درایو یک حافظه آنلاین است. شما میتونید فایل هایتان را داخل اینترنت در فضای ابری ذخیره کنید تا همیشه و از هر جای به آن دسترسی داشته باشید. همچنین گوگل درایو به شما 15 گیگابایت فضای رایگان میدهد، یعنی میتونید بدون پرداخت پول عکس، ویدیو، اسناد و فایل هایتان را در فضای امن نگهداری کنید. برای استفاده از اگر از کامپیوتر استفاده میکنید، وارد حساب گوگلتان شوید، بعد مرورگر را انتخاب نمایید و در آدرسشان بنویسید drive.google.com. اما اگر از موبایل استفاده میکنید، اپ گوگل درایو را از پلی استور دانلود کنید که میریم پلی استور و در قسمت سرچ باکس مینویسیم گوگل درایو. قسمی که میبینید آیکن گوگل درایو ظاهر میشه، چون من قبلا به خاطر ضیاع وقت اینستال نموده بودم. به همین خاطر میریم مستقیما روی خودی برنامه گوگل درایو و حالا قسمی که میبینید اینجا از قسمت پایین علامت جمع است، اون رو میزنیم و از اینجا قسمی که میبینید فولدر، آپلود و اسکن ظاهر میشه. قسمت اسکن، اگر شما فایل را بخواید مستقیما داخل گوگل درایو بدون از اینکه داخل موبایل باشد مستقیما فایلتان را اسکن نموده و آپلود نمایید، این انتخاب میکنید. اما اگر آپلود را انتخاب نمایید، شما میتونید از این قسمت انتخاب نمایید. مثلا من این عکس میخوایم آپلود نمایم، قسمی که میبینید حالا اون داخل گوگل درایو آپلود شد. اما از این قسمت مرحله ساخت فولدر، برای اینکه فایل هایتان تنظیم یا منظم باشد میتونیم گوشه بسازیم که روی فولدر لمس میکنیم و از اینجا میتونیم برایش نام انتخاب نماییم، مثلا عکس های شخصی و کریدو میزنیم. حالا قسمی که میبینین فولدر ایجاد کردید، میتونیم فولدر رو باز کنیم و از قسمت علامت جمع بزنیم، آپلود بزنیم. حالا این عکس رو داخل همون فولدر آپلود نمودیم و اگر بخوایم همچنان یک فولدر دیگه به خاطر فایل بسازیم، مینویسیم اسناد من، کرییت میزنیم. حالا داخل از این میخوایم فایل خود را آپلود نماییم، مثلا این فایل رو انتخاب میکنیم. قسمی که میبینید فایل ما در حال آپلود شدن است. صبر میکنیم تا آپلود شود، تا این فایل ما آپلود میشود. اما اگر بخوایم این عکس قبلا که ما ایجاد نموده بودیم حذف کنیم، روش لمس میکنیم، علامت دیلیت میاد، موف ترش میره تو ترش. اگر بخوایم از ترش هم پاک کنیم، ترش انتخاب میکنیم و از قسمت امتی ترش دیلیت فور ایور میزنیم که برای همیشه دیلیت میشه و دیلیت شد و حالا فایل ما در حال آپلود شدن است. حالا دوستان میخوایم که اشتراک گذاری فایل ها را به شما یاد بدم. از این قسمت علامت 3 نقطه اینو لمس میکنیم و گزینه اول که شیر است و این انتخاب میکنیم و در این قسمت آدرس کسی را یا جیمیل کسی را که ما میخوایم به او بفرستیم اینجا وارد کنیم و ادیتور. و این آپشن خیلی دوستان مهم است. ویو را اگر ما انتخاب نماییم فقط میتونه فایل را ببینه، تغییر دادن نمیتونه، فقط میتونه ببینه فایل را که ما با اون نفر ارسال منیم.
کامنتر میتونن نظر و یا کامنت بنویسه، اما باز هم تغییر دادن نمیتونه. ایدیتور دوستان میتونه فایل را ارائهش، حذف و حتی با دیگران شریک بسازه. اگر فایل مهم است گزینه ایدیتور را فقط به کسانی بدهید که کاملا اعتماد داریم. از ما میل میزنیم و از این قسمت فایل را میفرستیم، فایل ارسال میشه. بله دوستان، حالا شما میتونید از موبایلتان به فایل ها دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن گوگل را باز کنید، وارد حساب گوگل شوید و فایل هایتان را ببینید، دانلود و یا آپلود کنید. خب دوستان، امیدوارم این آموزش برایتان مفید واقع شده باشه. اگر سوالی دارین در کامنت بپرسین و اگر خواستین آموزش های بیشتری ببینین کانال را سابسکرایب کنین و ویدیو را لایک بزنین. موفق باشین. خدایار و نگهدارتان.